این کارت طلایی شامپاینی بسیار رنگ کم رنگی داره، مات و براق هستش. روی صفحه اول قاشق چنگال و قاشق شربتتون هستش. خب طبقه دومش رو هم بریم با همدیگه نگاه بکنیم. در صندوق رو باز میکنیم، طبقه اول رو میذاریم کنار. توی طبقه دومش ادامه قاشق چنگالاتون، چنگال میوه خوری، قاشق شربت خوری، ملاقه ها و کفگیر کیک هستش. بریم برای دیدن طبقه سوم قاشق چنگال طلایی شامپاین. دوباره در باز میکنیم، طبقه اول کنار گذاشته میشه، معرفی کردم. طبقه دوم هم میذاریم کنار. تو این طبقه پایینی کفگیرتون هست، کارد کیک، چنگال کیک، انبر سالاد، قاشق خورش، کارد میوه خوری، چنگال میوه خوری، قاشق قهوه خوری، قاشق بستنی خوری و عسل خوری. این کار سرویس 30 نفر است، یعنی قاشق چنگال غذاخوری 30 تا، بقیه آیتماش این تعدادیه که میگم. کارد چنگال 18 تا، شربت خوری 12 تا، چای خوری 12 تا، قهوه خوری 12 تا، 6 تا، بستنی خوری 6 تا، قاشق سوپ خوری داره و آیتم های بزرگش که اینجا میبینید